سفیر روسیه در تاجیکستان از اجازه ندادن راهپیمایی پولک ابدی در دوشنبه اظهار تأسف کرد. روز 9 می امسال در دوشنبه راهپیمایی یا معرکه پولک ابدی برگزار نمی شود و مقامات گفتند که دلیلش سیاسی نیست. در شرح خبرگزاری رسمی خاور در زمینه برنامه تجلیل عید غلبه اینچنین تاکید شده است که به خیابانها با عکس فوتیدگان برآمدن مردم خلاف ارزش‌های اسلامی و مذهبی می باشد. ایگور لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان روز 5 می در حاشیه یک نشست به مناسبت روز غلبه در پایتخت کشور گفت راهپیمایی پولک ابدی در روسیه و کشورهای اروپا و آمریکا برگزار می شود. به گفته سفیر در روسیه در این معرکه میلیون ها نفر شرکت می کنند. این اقدام تحمیلی یا اجباری نیست. هر نفر داوطلبانه با عکس‌های بزرگ پیوندانش به خیابان می براید. این عمل نوع پاس خاطر یا گرامی داشت قربانیان و وتران‌های جنگ بزرگ وطنی است. این چاره‌بینی جوانان و نورسان را در روحیه وطن پرستی تربیت کرده و از قربانیان زیادی که در زمان جنگ در راه آزادی وطن جان باختند یادآوری می‌کنیم، ذکر کرد ایگور لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان.